سربازان اسرائیل به درون رفح حرکت می کنند. پیشتر از این راهروی فیلادلفی یک منطقه استراتژیکی در غزه و در مرز مصر را تحت نظارت گرفتند. عملیات در رفح سبب مرگ غیر نظامیان و به شدت کاهش یافتن کمک‌های بشری شد. میلیون نفر این شهر را ترک کردند و آنهایی که ماه‌های اول جنگ به خانمان شدند. وقتی آن است که این جنگ تمام شود. جو بایدن سازش آتشبس 3 مرحله‌ای را پیشنهاد کرد که به قول او اسرائیل قبول دارد. اسرائیل پیشنهادهایش را کرد. حماس میگوید سازش آتشبس میخواهد. این توافق یک امکانی است که ثابت کنند واقعا همین را میخواهند. در مرحله اول جنگ باید برای 6 هفته بس شود. در این مدت نیروهای اسرائیل باید از محله‌های سرحالی بیرون شوند، صدها اسیر زندانی فلسطینی را آزاد کنند. در عوض حماس گروگانان مجروح، زن و پیرانسال را رها سازد. اسرائیل باید بگذارد که شهروندان فلسطینی به خانه‌هایشان برگردند و کمک‌های بیشتر وارد شود. در مرحله دوم نیروهای اسرائیل باید به تمام از غزه بیرون شوند و در عوض حماس تمام گروگانان باقی مانده و سربازان اسرائیلی را آزاد کند. اگر مذاکرات از 6 هفته هم زیادتر شد، سازش آتشبس باید بر جای ماند. در مرحله سوم و نهایی باید برقرارسازی غزه آغاز یابد و تمام جسدهای گروگانان هلاک شده را به اسرائیل برگردانند. مردم اسرائیل باید بدانند که این پیشنهادهایشان در آینده هیچ خطری به امنیت آنها ندارد، زیرا در 8 ماه گذشته نیروهای حماس را به هم زدند. اگرچه بایدن طرح نو را برنامه نوی فراگیر نامید، ولی آن از برنامه‌های پیشین فرق ندارد که اسرائیل آنها را نپذیرفته است. نخست وزیر اسرائیل میگوید تا زمانی که حماس را نابود نکنند جنگ تمام نمی شود. من آماده تسلیم شدن نیستم. تا زمانی که در این جنگ به تمام هدفها نرسیم آماده پایان دادن آن نیستم. بلافاصله بعد از سخنرانی جو بایدن، دفتر نخست وزیر اسرائیل با نشر یک بیانیه گفت طرح مذکور اجازه می‌دهد اسرائیل تا زمان محو قدرت نظامی و اداری حماس جنگ را ادامه دهد. سازمان حماس در یک بیانیه گفت محتوای سخنرانی بایدن را مثبت می‌شمارد.